از جوانای شیرازی میپرسیدین عاشق چی هستین، 190 میگفتن گل کوچیک و نوشابه. یه آقا مجیدم بود، بچه محله پشت شاچراغ و عاشق نوشابه و کاپیتان همه بازی‌های گل کوچیک. میگفت اگه مردم منو با نوشابه غسل بدین. میگن شیرازی‌ها تنبلن، ولی هنوز 10 روز مونده بود به شروع جنگ که مجید خودش رو رسوند به آبادان و تو نخلستونا برای خودش یه پایگاه موشکی رو انداخت. با اینکه بنی صدر قدغن کرده بود مهمات ارتش رو استفاده کنن، با بچه‌های ارتش رفیق شده بود و ازشون خمپاره میگرفت و میزد به عراقی‌ها. یه بار یه جیپ عراقی رو در حال حرکت تو جاده زد. بعد که جنگ رسما شروع شد، رفت تو گردان بچه‌های شیراز و رفت تا شد معاون لشکر و طراح عملیاتا. ولی هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشد که نوشابه نخوره. برمیگشت اهواز برای دوتا کار: فوتبال بازی و نوشابه خوردن. شیراز کم میومد. مادرش هم کوپنای نوشابه رو قایم میکرد تا هر وقت مجید برگشت براش نوشابه بگیره. معاون لشکر بود، ولی تو جلسه فرماندهان هم که وارد میشد، جلسه از رسمیت میافتاد. از بس با همه شوخی و خنده میکرد. بهترین طراح نقشه‌های جنگ بود. یهو خبر میرسید 20 کیلومتر رفته تو خاک دشمن و از سنگراشون فیلم و عکس گرفته و اومده. یه بار تو عملیات شد راهنمای لشکر و بچه‌ها رو برد 10 کیلومتر بعد از سنگرهای دشمن. عراقی‌ها شاخ در آورده بودن. اسفند 66 که شهید شد، کل شیراز رو غم گرفت. دوستای مجید که تیم بهزاد رو راه انداخته بودن، اسم تیمو گذاشتن فجر شهید سپاسی شیراز، به یاد مجید سپاسی که عشق فوتبال بود و نوشابه و ایران.